بسیار شعرهای دلسوز داره، یک نظم داره ایرج میرزا درباره محبت مادر به فرزند. برای تعلیم شما من میخوانمش. داد معشوقه به عاشق پیغام، کی کند مادری تو با من جنگ. هر کجا بیندم از دور کند، چهره پرچین و جبین پراژنگ. با نگاه غضب‌آلود زند، بر دل نازکی من تیری خدنگ. یک عروسی نو قهر میکنه خونه شو میره، بعد اگه شوهرش به سرش میره که بیا بگیرم برمد، گوی اوچای تا همیشه با من جنگ میکنه، هر وقت ببینم خوش قوق میکنه، دل من نازکه. این کمپیر همیشه مثل که تیری خدنگ میزده باشه، با همون نگاه غضب‌آلودش دل ما پوره میکنه. نمیرم گفت گر تو خواهی به وصالم برسی، باید این ساعت به خوف درنگ. روی و سینه تنگش بدری، دل برون آری از آن سینه تنگ. گرم خونین به منش بازاری، تا که شاید دل من از خون رنگ. اگر گفت وصال ما را میخواهی، اگر میخواهی که من قطعی زندگی را دوام بتم از تو جدا نشم، برا کمپیر مادر تا در خلوت هیچ کنه باشه، هیچ کنه بینه، سینه‌ش چاک کن، دلش ببرار، همون دلی که با خون آلوده بگی به پیش من بیار، همچی یک نشانه که اینا کشتمش، در همون صورت دلم تسکین مییابه و قطعی زندگی میکنم. در عکس حال نه. عاشق بخیرد نافرجام، نه بدان فاسق به اسمت ننگ. رفت مادر را افکند به خاک، سینه بدرید و دل آورد به چنگ. این پدرسک خیس رفت، مادر خواب کرد، سینه‌ش چاک کرد، دل از قبضه سینه خارج کرد، از صندوق سینه. قصد سرمنزل معشوقه نمود، دل مادر به کفش چون نارنگ. از قضا خورد نمی در به زمین، ونده که رنجه شد او را آرنگ. دل در دستش که خانه معشوقش می روه، دهنی درد اومد، در همون ناجه در پاش برخورد، افتید بدگهر آرینجش اندکی خسته شد، آرینجش خراش برداشت، خداوند سرش میده میکرد. انشالله که کسافت ای طایفه مردم عمری خوب نمیبینن. آن دلی گرم که جان داشت هنوز، افتاد از کفی آن بی فرهنگ. دل ای دستش غلطید، ولی تپیده استایی. از زمین باز چه برخواست نمود، پی برداشتن آن آهنگ. دید که از آن دل آغشته به خون، آید آهسته برون این آهنگ. آه دستی پسرم یافت خراش، وای پای پسرم خورد به سنگ. به خاطر گرفتن دل آمد که دل قدرت خدا در گپ در اومده است. به جای آن که شکایت کنه و دعا کنه، میگه بچه که دستش خراش خورد، پای بچه هم در سنگ زد، روی بچه در خاک. یعنی پدر و مادر الان خیلی مهربانه نسبت فرزند، اما افسوس و صد افسوس که ما حق و حقوق او را رعایت نمیکنیم، خدمت پدر و مادر را به طوری باید شاید انجام نمیدیم. یک چیز به یقین بدونه، بعضی جزاها هست که بعضی گناهایی هست که در همین دنیا مجازات میشوند. خداوند هرگز او را تا قیامت موقوف نمیگذاره. یکیش همین رنجش پدر و مادر، شخصی که پدرش رنجاند از فرزندش دشنام میشنوه، شخص پدر را دشنام داد از فرزندش لطکوب میخوره. این به یقینه این سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که هزارها مراتبه همچون حجت ثابت شدگی است، در حیات مردم دیدن. در حق پدر و مادر نیکی کنه تو از فرزنداتو ببینه، نکرده از فرزنداتو از او بدتر میبینه.